سلام دوستان، بریم کیک درست کنیم. 3 تا تخم مرغ، بهش یه قاشق وانیل اضافه میکنیم با یه لیوان شکر. دوباره هم میزنیم. بهش یه لیوان شکر اضافه میکنم، یه 3 لیوان روغن مایه. دوباره هم میزنیم. یه قاشق بیکینگ پودر اضافه میکنیم، بهش 2 لیوان آرد اضافه میکنیم. آردمون علک میکنیم. آردمون علک کردیم، خوب هم میزنیم. بهش کشمش هم اضافه میکنم. دوباره هم میزنم. ظرفمون چرخ کرده، آماده گذاشتم. کیکمون آماده است. میذاریم 40-50 دقیقه بمونه تا بپزه. بریم کیکمون آماده است یا نه. بله، کیکمون پخته. از این خوراکی میزنیم روش. اینم از کیکمون.